اهل علم بیناشون حسد بود، کم شخصیت هایی بودند که حسد خود را فرو می بردند. خیلی که شیخ الاسلام رحمت الله علیه گفتند که ما خلا جسد عن حسد ولكن الکریم یخفیه واللئیم یبدیه. یگان جسد از حسد خالی نیست، لیکن آدمی کریم و پنهان میکند، آدمی لئیم اونو آشکار میکند. حسد، شیطان با حضرت آدم اول گناه کرد، سپس وقتی که فرمان داد که سجده کن سجده نکرد و اینچونی پیش از این کبر هم کرد. بنابراین حسد لله در الحسد ما اعدله. بعضی علما گفتن که خوشا به حال حسد، یا به عباره دیگر قندش زند حسد، چه خیلی هم عادل است، از خودش شروع میکنه. کسی اگر حسد داشته باشد در داخل میسوزد. وقتی که حریفش میبیند که الله تعالی برای پول و مال داده است، اگر صاحب تجارت باشد، یا علم داشته باشد و الله برای او علم دهد، موفق کند، در داخل میسوزد. و وقتی که علامتش این است که در نزدش تعریف کرده شود همون حریفش، دیگر طبعش خیره میشد، در روش دیده میشد غضب و مجبور میشد به غیبت کردن. نه او کسی نیست، او شخص نیست. گفته همین گونه این حسد یک گناهی است که متعلق به تقدیر الله تعالی هست. وقتی که الله تعالی به یک آدم زیبایی داده است، یا مال داده است، یا فرزند داده است، یا علم داده است، یا هنر داده است، و این بنده همان نعمتی که الله برای او داده است بد میبیند، میگوید که باید به او نمیداد. یعنی که مضمون کلامش همین است، باید به او نمیداد، باید به من میداد، یا اینکه به دیگر کس میداد و شخصا به فلانی نمیداد. یعنی تقسیمات الله تعالی، هر یک چیزی که اینو رزق است، علم، آبرو، مال، زیبایی، سلامتی، فرزند، اینا همه تقسیمات الله تعالی رزق است. الله تعالی به کسی چقدر خواهد میدهد با خواستش و حکمتش. وقتی که شما در یک کس همین بد میبینید، شما الله تعالی و کار الله تعالی را بد دیدید. میگید که با الله خطا کرد، یعنی که باید به همین نمیداد. گفتگی معنا را دارد. بنابراین حسد بسیار گناه خطرناک است. بله زنا نمیکند، دزدی نمیکند، عرق نمیخورد، لیکن از این جا میدارد.